الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خداوند تبارک و تعالی را بسیار سپاسگزاریم و تشکر میکنیم، چون تشکر از خداوند سبب رشد و توسعه و توانمندی و برکت خواهد شد. خداوند تبارک و تعالی می‌فرمایند لئن شکرتم لازیدنکم، شکر نعمتت افزون کند. و چقدر نیاز داریم که بنده شکرگزاری باشیم تا برکت‌ها در زندگی ما و شما زیاد بشود. بحثی که دیروز شروع کردیم بحث دعا بود. به مسائل اشاره کردیم، اما امشب دنباله همون بحث دعاهای زیبایی خونده شد. بالاخره هم آمین گفتید. امید اجابت هست. قبل از اینکه امید به اجابت داشته باشیم از خداوند می‌طلبیم که این دعاها را خالصاً لوجه خودش قرار بده، چون اگر انسان بهش دعا الهام شد و در دعاش خالص بود، اجابت 100%. چون ما مشکل اجابت نداریم، مشکل دعا کردن و مخلص بودن در دعا داریم، چون دعا هم عبادت، در نتیجه هم متابعت درش لازمه و هم نیت و اخلاص. خداوند تبارک و تعالی می‌فرمایند ادعونی، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ادعونی استجب لکم، مرا بخوانید شما را اجابت میکنم. از این دیگه صریح‌تر و واضح‌تر نیست. ادعونی استجب لکم. خداوند میگه که ادعونی، مرا بخوانید. اشاره به خودش میکنه. تنها کسی که توان حمایت و نصرت و حفاظت و توفیق و رشد و توانمندی ما رو داره الله هست. همه چیز ما به دست اللهه. ما بندگان اللهیم، الله هم رب ماست. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. همه چیز ما باید برای الله باشه. دعای ما هم که جزء عبادت هاست، بلکه مخ عبادت، بلکه عین عبادت، باید برای الله باشه. دعا بزرگترین قدرتی که متاسفانه خیلی از مسلمانان دعا رو دست کم میگیرن. اگر دعا با نیت و آداب و شروط، چه از نظر زمانی، چه از نظر مکانی، چه از نظر نوع دعا، چه از نظر وقت دعا، با اون حالتهای معنوی، با همه مسائلی که در دعا هست و برطرف ساختن موانع دعا، علاوه بر این که باید آداب و مسائل دعا و شروط دعا و زمان و مکان دعا و کلمات دعا و نوع خواسته ها باید مشخص بشه، در چارچوب مسائل تعریف شده از نظر دینی باشه، باید موانع دعا هم برطرف باشد. یکی از موانع دعا حرام خوری است. یکی از مسائلی که دعا رو کمرنگ میکنه یا مانع میشه که دعا مورد اجابت واقع بشه، حرام خوری است. مال حرامی است که بالاخره خواسته یا ناخواسته، دانسته یا نادانسته، بدون وسواس به خرج دادن در جذبش بالاخره وارد زندگی ما و شما آمد شده. و چقدر زیاد امروز بالاخره
آثار ربا و اموال حرام همه رو در بر گرفته مگر کسی که خدا رحمش بکنه. این تو این دور زمان واقعا حلال خوری یکی از مشکل ترین اعماله. ولی خب بعضی انسان ها واقعا موفقن و توفیق دارن. برمیگردیم ادعونی استجب لکم، مرا بخوانید شما را اجابت میکنم. این امر و اجابتش هم منوط بر تحقق این امر، شرط و مشروط. پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند هیچ بندی از بندگان خدا در اجابت دعای خود شک نکنه. اطمینان داده به همه. هیچ بندی از بندگان خدا در اجابت دعا شک نکنه. 3 حالت داره براش اجابت میشه. در 3 حالت اگر خداوند مصلحتش رو در این که فوراً در دنیا اجابت کند و اون خواستش رو بده، مصلحت دید بهش میده. مهمترین ادبی که باید در دعا رعایت بشه این که به خدا بگیم خدایا اون چیزی که ما از شما میطلبیم اگر صلاح دین و دنیا و آخرت ما درش بود به ما بده. بعضی موقع اصرار میکنیم میگیم حتما بده، الا بالله بده. یه وقت تحملش ندارید میگیم مال بده، اول بگو ظرفیت بده. میگیم پست و مقام بده، اول بگیم ظرفیت بده. بچه‌مو جمال بده، این نوزادی که میخواد به دنیا بیاد زیباترین نوزاد محله باشه. بگو خدایا سالم و صالحش بکن، جمالش درست میشه. من دیشب هم گفتم که ما 2 تا اصطلاح داریم در اصطلاح و واژه های دینیمون، یکی سیئه و یکی حسنه. درسته؟ سیئه و حسنه در لغت عرب میگن فلان اساء الی فلان، یعنی فلانی به فلانی بد کرد، بدی که سبب ناراحتی و رنجشش بشود، سبب اذیت و آزارش شد. اساء الی فلان یا بهش بدی کرد. محال کسی مرتکب گناهی بشه و اون گناه به صاحبش که مرتکبش شده بدی نکنه، اذیت و آزار نرسونه، نجاست نرسونه. مهمترین بدی که گناه به انسان میکنه این که رابطه اونو با خدا قطع میکنه. از این دیگه بالاتر وقتی رابطه انسان قطع شد، انسان دچار تنگی نفس میشه. یعنی سینه، دل تو قفسه سینه فشرده میشه، چون بدن انسان و قالب انسان و روح و روان انسان برای گناه ظرفیت سازی نشده. اگر من و تو بنده خداییم پس ظرفیت سازی برای طاعته. در نتیجه گناه انسانو دربدر میکنه، انسانو منفجر میکنه، انسانو پریشان و پراکنده و ذلیل و خار میکنه، دربدر میکنه، اصلا نابود میکنه. اما حسنه چیه؟ پس انتظاری از سیئه نداشته باشید که به شما جمال بده، به شما حسن بده، به شما بها بده، به شما زیبایی بده. اما برعکسش واژه حسنه چیه؟ حسنه یعنی زیبا. فلان احسن الی فلان، فلانی به فلانی خوبی کرد. اگر به کسی خوبی کردی سبب شادی روح و روانش میشی یا نمیشید؟ سبب تراوت و شادابی او میشید یا نمیشید؟ پس خاصیت کارهای خوب و حسنات این که سبب حسن انسان و جمال انسان و زیبایی انسان، هر کار خوبی یه حسنی به محاسن تو افزوده میشه، به جمال و زیبایی تو، به طهارت و پاکی تو، به امنیت و آرامش تو، به توفیقات و برکات تو، به توانمندی و مسئولیت تو.
مسئول میشی، توانمند میشی، رشد میکنی، توسعه پیدا میکنی، به خاتمه به خیری تو. پس بیام با اعمال شایسته به حسنمون بیافزاییم، به جمالمون بیافزاییم، به خوبیمون بیافزاییم و از خداوند همیشه حسنه بخواهیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الاخرة حسنة و قنا عذاب النار. یکی از دعاهایی که امشب برادرمون خوندن و شما هم آمین گفتید همین بود. هر شب میخونه. این دعای جامع است. خدایا در دنیا به من حسن بده، زیبایی بده، خوبی بده، جمال واقعی بده. جمال واقعی جمالی است که از حسنات تولید میشه، از کارهای خیر تولید میشه. اون جمال واقعی است. فی الدنیا حسنة و فی الاخرة حسنة. در آخرت هم به من حسن بده. اون جایی که صورتهای گناهکاران تاریک میشه، صورت منو بدرخشان. وجوه یومئذ، بگید دیگه، ناظره الی ربها ناظره. یکی از دعاهایی که دیگه در اواخر دعاهاشون خوندن، ورزقنا لذة النظر الی وجهک الکریم فی جناتک النعیم. خوب دقت بکنید. خدایا لذت به من اجازه بده، اصلا اجازه بده که در روز قیامت در بهشت فردوس، در جنات نعیم، به من اجازه بده که به جمال و جلال و سیمای نورانی شما نگاه بکنم، نظر بکنم. واقعا لذت داره. سوال شد از پیامبر صلی الله علیه وسلم که هل نرى ربنا، آیا پروردگارمون رو میبینیم؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم جواب داد سترون ربکم کما ترون القمر لیلة البدر لا تضامون فی رؤیته. در روز قیامت اونهایی که مؤمنن، اونهایی که صالحن، اونهایی که شایسته هستن، اونهایی که بندگی خدا کردن، ربشون رو میبینن همونطوری که ماه شب 14 که بدر در وسط آسمان میبینن بدون هیچ ازدحامی. ولا تضامون فی رؤیته، بدون هیچ ازدحام. وقتی بهشتیان وارد بهشت میشوند، یکی بعد از دیگری نعمتهای بهشتی رو به اونها معرفی میکنن. آیا از ربتون راضی هستی؟ این همه نعمت به شما داد، این همه نعمت به شما داد، این همه نعمت به شما داد. آیا راضی شدید؟ میگن چرا راضی نباشیم؟ خدا گناهان ما را بخشید، به ما رحم کرد، بر ما منت گذاشت، به بهشتش داخل کرد. دیگه چیز دیگه نمیخوای؟ به ذهنشون نمیرسه. از بس که ناز و نعمت در بهشت است، اینجاست که خداوند اون پرده رو بلند میکنه، به چشمشون توان میده. در دنیا انسان توان نگاه کردن به یه لامپ هم نداره، ولی در آخرت در بهشت خداوند به این چشم قدرت میده که به نور وجه خداوند، نور صورت خداوند نگاه بکنه. اینجاست که بهشتیان بهشت و نعمتهاشو فراموش میکنن وقتی که به رؤیت خدا و وقتی که به دیدار خدا نائل میشن. باید بطلبیم. ورزقنا لذة النظر الی وجهک الکریم فی جناتک النعیم. پس دعا اجابت میشه به شرطی که عجله نکنیم، ادب و در دعا رعایت بکنیم. خدایا تو اعلمی. دعای استخاره شنیدید؟ ما دعایی داریم در فرهنگ دینیمون به اسم دعای استخاره یا نماز استخاره توأم با دعا. وقتی انسان حیران میشه سر دوراهی بین دو امر خیر که کدوم یکیشو انجام بده، یا یک امر خیر که انجام بده یا نده، متردده بین بدی و خوبی، که استخاره نداری که من خوبی انجام بدم یا بدی انجام بدم، برم استخاره بکنم. خدا جوابت میده؟ زمانی که انسان میخواد به یک امر خیری اقدام بکنه تردد داره، قصد داره ازدواج بکنه، استخاره میکنه. شاید ظاهر قضیه خوبه، ازدواج نعمت، سنت پیامبره، امر خدا و رسول خدا، سنت فطرت، نیاز جامعه هست،
ولی چه؟ برای این که حتما اینو انتخاب بکنه همه معیارها رو در نظر گرفته، بعد مشورت میکنه با خداوند. پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند ما ندم من استخار ولا خاب من استشار ولا عال من اقتصد. کسی که استخاره بکنه پشیمون نمیشه و کسی که استخاره بکنه خار و ذلیل نمیشه و کسی که مشورت بکنه در امورش با اونهایی که اعلمن، اونهایی که صاحب تجربه هستن، صاحب علم هستن، صاحب نظر هستن، هیچ موقع پشیمون نمیشه. و کسی که تو زندگیش مسائل اقتصادیش رو رعایت بکنه، از قناعت گرفته برنامه‌ریزی اقتصادی داشته باشه، اصلا کلا تو همه برنامه‌هاش هیچ موقع فقیر و محتاج نمیشه. امروز یک جمله زیبایی به دستم رسید، یکی از دوستان داد، خیلی به وجد آمدم، خیلی صحبت زیبایی بود، بد نیست که اینجا هم اشاره بکنم. نوشته بود که اگر بتونی جلوگیری از ریخت و پاش و ولخرجی و اسراف در زندگی بکنی، میتونید به خیراتت بیفزایید، میتونید رصید خیر کردن تو افزایش بدید. عجب جمله ایه. تو وقتی ولخرجی کردید، اسراف کردید، ریخت و پاش کردید، دیگه چیزی نمیمونه، اگر بمونه کم میمونه برای خیر کردن. ولی هرچی از اون ریخت و پاش ها و اسراف های نادرست و ناپسند کم بکنید، رصیدی، سرمایه‌ای، رأس مالی برات میمونه که میتونید به خیرت افزایش بدید. کمی برنامه ریزی میخواد. ولا عال من اقتصد. بر بگردیم به قرآن و سنت، واقعا همش توجیهات و ارشادات و راهنمایی ها و هدایت های ارزشمند و دلسوزانه برای این که سرمایه ها تو برای خودت حفظ بکنه و برای این که تو رو توانمند دنیا و آخرت بکنه و روسفید دنیا و آخرت بکنه. همش برای خودته. میگه اسراف نکن، خدا مسرفین رو دوست نداره. که بتونی مالتو جمع بکنید، خرج زن و بچت بکنید برای توانمندیشون، برای تدینشون، برای علمشون، برای دانششون. بعضی از اسراف ها تو یک عروسی کافیه که 50 تا دانشجو رو به دانشگاه برسانه، به مدارک عالی برسانه. باور بکنید تو یک عروسی 130 میلیون تومان برای 2 شب خرج شده تو یک باغی در شیراز. 2 شب فقط 130 میلیون تومان، یعنی 130 تا دانشجو برای 1 شب یا 2 شب. اگر با این 130 میلیون تومان 3 میلیون تومانش خرج عروسی میکرد، پذیرایی میکرد، شربت و شیرینی و میوه و انواع پذیرایی ها، 30 میلیون تومانش هزینه میکرد، 100 میلیون تومانش میتونه 100 تا دانشجو رو چه؟ خبر خوشم بهتون بدم، جاسک امسال 15 تا پزشکی داده. شهرستان جاسک بعد از 70 سال تأسیس مدرسه در اونجا 17 تا پزشکی داده، بین داروساز و دندان پزشک و پزشک عمومی و 2 تا از بشاکر و 15 تا از شهرستان جاسک. بسیار خبر خوشحال کننده است. دوستان SMS فرستادن، خیلی خوشحال بودن، سابقه نداشته در تاریخ جاسک. حمایت از علم و دانش یعنی داشتن جامعه توانمند. از خدا باید بخواهیم که به ما توفیق بده. ما نمیخواهیم، امکانات داریم ولی چون توفیق از خدا نمیطلبیم همجور به هدر داریم میریم. خدایا اون چیزی که صلاح دین، دنیا، آخرت منه، اونو به من عطا بفرما. نه مال بده، ماشین بده، بچه بده. حتی بچه نباید بگیم خدایا اولاد بده، باید اولاد رو مشخص بکنیم چه بده.
قارون میخوای؟ نمرود میخوای؟ مگه تو جامعه اسلامی قارون و نمرود و فرعون نیستن؟ ام جمیل و ابو جهل و ابو لهب نیستن؟ باور بکنی هستن، بدتر هم از اونام هستن. بچه تو مشخص بکن از خدا چه بچه‌ای میخوای. خدایا سالم صالح مصلح، سالم صالح مصلح. بعضی مشخص میکنم حتما پسر باشه، مشخص نکن. بعضی موقع پسر بد نمیده، دختر بد میده، از اون دختر نوهی به دنیا میاد که صالح میشه، مصلح میشه. نوه انسان هم پسر انسانه. تعیین تکلیف نکن برای خدا. دوستی داشتیم تاجر فرش فروش بود، بهش گفتن که همه بچه ها دختره، نامت بعد از رفتن دیگه چه منقطع میشه؟ میگه نام انسان پسر انسان بلند میکنه، نام نیکو گر بماند ز آدمی به که زومان سرای زرنگار. عمل صالح نام انسانو به نیکی بلند میکنه. امام نووی ازدواج نکرده. خیلی از بزرگان دین حتی ازدواج هم نکردن. اونقدر نامشون بلنده که در طول تاریخ این نام ها کمرنگ نمی شود. و رفعنا لک ذکرک. این دوستمون تعریف میکرد، میگفت که منم وسوسه شدم، رفتم زن دوم گرفتم، به قصد این که پسر بهم بده پشت کردم به همه نعمتایی که داشتم. مال داشتم، خونه داشتم، اولاد دختر داشتم، یکی بهتر از دیگری، مثل دسته گل، همسر خوب داشتم. به خاطر این که وسوسه شدم که چرا پسر ندارم، نامد نمیماند. سبحان الله، میگه همزمان با هم 2 همسرام باردار شدن. دومی دختر به دنیا آورد، اولی پسر. گفتم تبت الیک یا ربی، به درگاه تو توبه میکنم. دومی که به قصد پسر رفته بود دختر آورد، و اولی که ناشکری کرده بود نسبت به او، قیمتش پایین آمده بود تو ذهنش، تو دلش، تو چشمش، چون پسر براش به دنیا نمیاره، پسر براش به دنیا آورد. فهمید که مرتکب گناهی شده، میگه توبه کردم به درگاه خدا، خدایا منو ببخش، دخالت کردم در کار تو. هرچی که خودت صلاح میدونی به ما بده. بعضی موقع انسان پسر نداره، پسر همسایه رو هزینهش میکنه. یک بچه یتیم همسایه رو هزینه میکنه، صرفش میکنه، عالم زمان خودش میشه. هر معلمی شاگرداش فرزندشن، هر بزرگی بچه محلش همه فرزندشن، اولادشن. عجله نکنیم. اگر مصلحت باشه در دنیا به ما میده، اگر مصلحت نباشه بلایی به طرف ما میاد. خداوند اون چیزی که تو خواستی بهت نداده، چون مصلحت ندونسته، آمده یک بلایی رو ازت دفع کرده. چه؟ به برکت همون داد. یعنی داد مستجاب شده، ولی تو که نمیدونی چقدر تیر در کمانته. من که نمیبینم. یکی از آیاتی که شمس الدین خوندن تو سلام‌های اول، اگر اشتباه نکنم امشب بود این آیه بود که ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر. اگر من علم غیب میدانستم کار خیر زیاد میکردم و هیچ گزند آسیبم به من نمیرسید. ما که علم غیب بلد نیستیم که بدونیم از اینجا رفتیم بیرون، اگر از این کوچه بریم مشکلی برامون پیش نمیاد. اگر علم غیب میدانستم کار خیر زیاد میکردم و هیچ عیبی بدی سر راه هم سبز نمیشد. میدونستم که کجا بدی، از اونجا فرار میکردم. میدونستم، یعنی صحنه رو، پشت صحنه رو میدیدم. ولی کسی پشت صحنه نمیبینه. اسرار ازر لانتو دانی و نمن، این حرف معما تو خانی و نمن.
ما که نمیدونیم، فقط از خداوند خیر بطلبیم. روزانه که از خانه در میشید شاید چقدر بلا و آفت و مصیبت و شیطان و همه در کمینتن و هر کسی یه تیری داره چه پرت میکنه. به برکت اون دعایی که از خدا خواستی مصلحت ندونسته بده، آمده بلاها رو ازت دور کرده. دعات مستجاب شده، مطمئن باش. اما حالت سوم استجابت، اگر ندونست خداوند تشخیص داد که این دعا به اجابت نکنه و به نده، مصلحت ندونست که بده و مصلحت ندونست که چه بلایی رو ازت چه دفع بکنه، اون بلا و مصیبت بهت رسید که دوباره امتحان تو چه تجربه بکنه، ببخشید امتحان بکنه ایمان تو رو، ایمان تو تجربه بکنه. ما داریم بلا و داریم ابتلا، حروفشون تقریبا نزدیک همه، بلا و ابتلا. بعضی موقع خداوند رد قضا و قدر نمیکنه، سختی، مصیبتی، گرفتاری میان تو زندگی مؤمن. میاد که تو پخته بشید، اما اون دعایی که طلبیدید برات ذخیره میکنه، روز قیامت بهت میده. حالت سومش، وقتی فردای قیامت قرار میگیرید، خداوند میگه این مال توست، این مال توست، این مال توست، این تو میزان حسناتته، من که این کارا انجام ندادم. یادت یه دعایی در دنیا خواستی، من مصلحت ندونستم بهت بدم، برات توشه کردم، ذخیره کردم اینجا پیش خودم که امروز تو رو خوشحال بکنم. نباید ناامید بشیم از دعا کردن، اونجا برات محفوظه، به عنوان سپرده نزد خداوند، گم نمیشه، خوشحالت میکنه. ولی ما کم ظرفیتیم، دعا میکنیم، میگیم اینقدر دعا کردیم خسته شدیم خدا نداد، ول کنم دیگه، دعا نمیکنه. و خداوند دوست داره بنده سائلو که همیشه چه از خداوند بطلبه. به خلاف ما، اگر کسی از من سوال کرد، چیزی تقاضا کرد، دیگه فردا مسیرمون عوض میکنیم، ناراحت میشیم. ولی خداوند اگر ازش سوال نکنن ناراحت میشه. و اذا سألك عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. باید از خدا بخواهیم. دنباله صحبت ها برای فردا شب انشاءالله، انواع توسل. خوبه؟ اگر حیاتی باقی موند و توفیقی داشتیم که حیاتمون تمدید بشه و بتونیم در جمع عزیزان و سروران حضور داشته باشیم و در خدمتشون باشیم. بالاخره فکر نکنید که به رمضان رسیدید دیگه تا آخر رمضان زنده هستید. بعضی دیگه حالت اطمینانی بهشون دست داده، نه؟ فکر میکنن تو رمضان نمیمیرن، حالا که به رمضان رسیدن تو رمضان دیگه نمیمیرن. خیلی ها تو رمضان میمیرن، خیلی ها قبل از 27 میمیرن. هر شب شب قدر است اگر قدر بدانید. از همه جا تو همین مسجد خودمون دیشب بود، پریشب بود، 3 مورد 4 مورد تقاضای دعا شده بود. 2-3 موردش سرطان بود که گفتم. یک موردم عزیزی گفت که برای عزیزی دعا بکنید که سال گذشته تو این جمع بود. دوستی تعریف میکرد 1 ماه پیش، میگفت همشیرم سرطان سینه داشت، بالاخره شیمی درمانی میشد، خیلی افسرده شده بود، خیلی افسرده شده بود، تا اینکه خواست خدا بود بعد از چند سال درد و رنج ثبت نام کردیم، حج بود یا عمره، اسمش در آمد. دیگه پوست و استخوان بلند کردیم بردیم اونجا. وقتی خانه خدا رو دید یه حالت ناباوری بهش دست بده، مثل این که روح در این خواهر دمیده شد. اون افسردگی رفت، مثل این که زنده بشه. امید داشت از خدا که اونجا بمیره، تو مکه یا مدینه.
ولی میگه این خواستش برآورد نشد، اعمال عمرش رو انجام داد، برگشت تو شهرشون فوت کرد. همین تقریبا 20 روز پیش، 1 ماه پیش. او خیلی خوشحال بود که هم خانه خدا میبینه، هم امید داشت که اونجا بمیره. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند من استطاع منکم ان یموت بالمدینه فلیفعل. اگر یکی از شما میتونه در مدینه بمیره پس انجام بده، نه اینکه بره خودکشی بکنه تو مدینه، بلکه اینکه اگر پاش به اونجاها باز شد از خدا بطلبه در دنیا خالصانه که مرگش در شهر پیامبر صلی الله علیه و سلم قرار بده که اونجا دفن بشه. حضرت عمر رضی الله عنه همیشه این دعا میکرد خدایا شهادت در راه خودت نصیب بفرما و مرگ در شهر، دفن در شهر پیامبر یا مرگ در شهر پیامبرت. بعضی از دوستانش بهش میگفتن امیرالمومنین این چه دعایی است؟ شهادت باید برید دور، باید مجاهد بشید و برید دور و دور از وطن و جاهای دوردست جهاد بکنید، بجنگید. ولی چطوری شهادت و بعد مرگ در شهر پیامبر یا دفن در شهر پیامبر؟ میگه فلا من یه چیزی میگم، خودم میدونم چه دارم میگم. سبحان الله، دعا مستجاب شد. در محراب پیامبر صلی الله علیه و سلم در مسجد النبی در نماز صبح از پشت خنجر فیروز ابولؤلؤ مجوسی، اون خنجر دولب زهرالود ناجوان مردانه از پشت خورد. پسرشو فرستاد، گفت بابا برو نگاه کن که منو خنجر زده. وقتی رفت گفت فیروز ابولؤلؤ مجوسیه. گفت الحمدلله. وقتی احساس کرد که شهادتش نزدیکه، پسرش عبدالله رو فرستاد پیش ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها. گفت برو سلام مادر برسان، به مادر بگو که امیرالمؤمنین یا خلیفه خنجر خورده و احساس میکنه که این خنجر شهادته و دعاش مستجاب شده. مادر، حجره تو پدر تو و همسر تو خوابیده، اونجا دفن شدن رسول الله صلی الله علیه و سلم و پدر ابوبکر. آیا سهم شماست اونجا، مال شماست، حق شماست. اجازه میدید من بیام کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم و که شوهرت و پدرت ابوبکر صدیق اونجا دفن بشم اگر که این ضربه خلاص بود؟ ام المؤمنین عایشه رضی الله عنهما به عبدالله پسرش گفت که برو سلام بابا رو برسون، بگو که ام المؤمنین از حقش تنازل کرده و اجازه میده که شما اگر که این ضربه خلاص کننده شد بیاید در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم و پدرم دفن بشید. و این افتخارم نصیبش شد، چون رسول الله صلی الله علیه و سلم هر وقتی وارد میشد، داخل میشد، جای میرفت، همیشه میگفت دخلت انا و ابوبکر و عمر، خرجت انا و ابوبکر و عمر. اسم این 2 نفر از لبش نمیافتاد. و تواضع ام المؤمنین رضی الله عنهما که اجازه داد عمر بیاد اونجا، سعادتی است دیگه. کسی بالاخره هر کسی خدمت جانانه به اسلام کرد خاتمه به خیر خواهد شد. هر کسی حلال و حرام خدا رو در نظر گرفت، خیرخواه امت اسلامی شد، دلسوز شد، پاک و طاهر شد، دنبال شر نبود، جز خیرخواهی برای امت محمد چیز دیگر نداشت، بالاخره اینا عوامل خاتمه به خیری شدنه. و همه ما دوست داریم که آبرومند بمیریم، همطور که آبرومند زندگی بکنیم، خودمون و اولادمون و متعلقین و متعلقاتمون. این فرصت ها رو غنیمت بشماریم، قدر همدیگه رو بدونیم، از همدیگه بهره برداری خوب بکنیم، از همدیگه حسنات تولید بکنیم، کمک هم بکنیم، در ظهر غیب برای همدیگه دعا بکنیم و حریص باشیم بر رسیدن به رضای خدا. و الی ربک فارغب، همیشه شور و شوق و اشتیاق و رغبت رسیدن به خدا و رضای خدا رو داشته باشیم و تنها راهش از اعمال صالح و ایمان و عقیده پاک و زلال و صافه. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله و اصحابه و سلم اجمعین. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. به امید دیدار. جزاکم الله خیر. دست هم دیگر رو بگیرید، توأم با لبخند
40 تا حسنه تولید بکنید. اگه دست 1 نفر گرفتید 40 تا حسنه دارید. اگه دست 10 نفر گرفتید چند تا؟ 400 تا. حالا میل خودتونه، 40 تا میخوای یا 400 تا میخوای؟ یا الله سلام علیکم. دست این بچه‌ها کوچیک هم بگیرید، اینا دیگه حسناتش دو برابره. حالتون خوبه؟ خم نشید یه بار دیگه. وبين منتظر يعد الثواني رمضان قد زنت السماء برحمة فتحت بمقدمك الجنان الثمانية صوم وصدق وابتهال ودعوة عاليت بالأجر الجبال الرواسيا لك الحمد ربي أن رددت مداره لكن رجائي لا ترد دعائيا. للذاكرين والذاكرات، للذاكرين والذاكرات.